خب تا به اینجا 3 تا حالت دستوری رو با هم دیگه کاملا بررسی کردیم: ضمایر، پارتیکل ها و حرف تعریف ها و همچنین ضمایر ملکی و صفت های ملکی. توی این قسمت می‌ریم حالت چهارم و حالت آخر از حالت‌های دستور زبان آلمانی رو با هم بررسی کنیم که بهش میگن گنیتیو. گنیتیو که اینجا نوشته شده، قبلا من براتون یه مختصر گفتم که حالت اضافه یا میتونیم بگیم اضافه ملکی هستش که تو زبان فارسی ما 2 تا اسم و مالکیتش رو به هم دیگه نسبت میدیم و از چیزی که وجود داده 2 تا اسم کنار هم دیگه وجود دارن. تو سطح آ1 اینجا با هم یک مقدمش رو یاد میگیریم، باز این نکات تکمیلی تر داره که جلوتر وقتی سطحمون رفت بالاتر بیشتر اونو بررسی میکنیم. توی سطح آ1 یادگیری حالت گنیتیو خیلی ساده است و معمولا فقط برای نشان دادن مالکیت، اینکه چیزی متعلق به چه کسی است استفاده می شود. توی آلمانی وقتی میخوایم بگوییم چیزی متعلق به کسی است، کافی است یک اس به آخر اسم آن شخص اضافه کنیم. قانون اصلی برای اسمای کوچک و اشخاص: برای بیان مالکیت اسم صاحب شی رو میآوریم و به آخر آن یک اس اضافه میکنیم. اینجا فرمولش رو داریم اینجا میبینیم به چه صورته. سپس اسم شی مورد نظر رو بعد از آن قرار میدیم. پس فرمولش اینه: نام اون شخص رو می‌نویسیم، به فرض مثال داوید بدون این اس انتهاش، اما دیوید انگلیسی هست که تو زبان آلمانی بهش میگیم داوید. یا آنا بدون این اسی که انتهاش وجود داره، ما اگه بیم خود اسم آنا رو در نظر بگیریم به این صورته. یا مکس. حالا یه دونه اس انتهاش اضافه میکنیم، اس انتهاشون اضافه شده و بعد شیئی که مورد نظرمون اصلا میخوایم مالکیتش رو نسبت بدیم بیایم ادامهش می‌نویسیم. مثلا میخوام بگیم خونه دیوید، میگیم داویدز هاوس. پس این هاوس مالکیتش نسبت داده شد به داوید با این اسی که اینجا نوشته شده. بوخ میدونیم یعنی کتاب، آنا هم اسم یه نفر هست، میگیم کتاب آنا، آناز بوخ. به این صورت این اسی که اینجا هستش اومده مالکیت کتاب رو نسبت داده به آنا. یه نکته وجود داره: اگه اسممون به اس یا ایکس ختم بشه دیگه ما نمیایم هیچ اسی رو اضافه نمی‌کنیم، به جاش یه دونه حالتی که اینجا داریم می‌بینیم یه آپاستروف اینجا بالای اسممون قرار میدیم. به این صورت میگیم ماکس آوتو، یعنی میشه ماشین ماکس. این آپاستروفی که بالای اسم قرار گرفته شده معادل همون اس هستش، منتها ما متوجه میشیم چون که اسممون به X یا S ختم شده دیگه نمیتونیم یه S دیگه هم کنارش بذاریم چون اصلا یه مفهوم دیگه میگیره. پس این هم شد نکته‌ای که مربوط به گنیتیو بود. برخلاف فارسی که اسم دوم میاد، یعنی اسم اون شخصی که قراره بهش نسبت داده بشه مالکیت دوم میاد، مثلا میگیم خونه دیوید، دیوید اومده دوم. توی آلمانی اول نام اون صاحب وسیله میاد، پس میگیم داویدز هاوس، دیوید خونه. به این صورت میگیم بدون حرف اضافه است. حالا حروف اضافه رو جلوتر توی مبحث مجزا یاد میگیریم، ولی فون اینجا معنی مالکیت میده، معانی مختلفی داره. یکی از معانیش از هستش، مثلا از اینجا، از آنجا، اما توی اینجا میتونیم برای مالکیت هم ازش استفاده کنیم و میتونیم به جای اینکه بیایم بگیم داویدز هاوس بگیم داس هاوس فون داوید. این هم باز دقیقا همون معنی میده، فرقی نمیکنه و این جایگزینش هستش که توی صحبت کردن هم استفاده میشه. میتونیم بگیم das Haus von David، خونه داوید. دیگه اینجا اس انتهای اسم قرار نمیدیم. یعنی که اون یکی هم بگیم کتاب آنا، هم میتونیم بگیم آناس بوخ، هم میتونیم بگیم das Buch von آنا. دقت کنید که آرتیکلش یادتون نره. پس طبق این فرمولا دیدیم که میتونیم با یه دونه اس به آخر اسم بیایم مالکیت رو بهش نسبت بدیم. حالا مالکیت اون شی ممکنه کتاب باشه، ماشین باشه یا هر چیز دیگه باشه، که این ساده ترین حالتی هستش که مربوط به گنیتیو هست و اینجا با هم اولین نکته مربوط به گنیتیو رو یاد گرفتیم که باز هر چی سطح میره بالاتر تو ویدیوهای بعدی نکات بعدی مربوط به گنیتیو رو با هم بررسی میکنیم. توی ادامه یه مروری هست روی کل قسمت هایی که مربوط به حالت آکوزاتیو داتیو که اهمیت بیشتری داشتن با هم دیگه یاد گرفتیم. ضمایر مفعولی آکوزاتیوی و داتیوی. توی زبان آلمانی ضمایر مفعولی به 2 دسته آکوزاتیوی، مفعول مستقیم
و داتیوی مفعول غیر مستقیم تقسیم میشن که مفهومش رو واسهتون توضیح دادم. مفعول مستقیم اون مفعولی است که فعل مستقیم داره روی اون تاثیر میذاره و غیر مستقیم اون مفعولی هستش که داره اون کار رو دریافت میکنه. این ضمایر به جای اسامی قرار میگیرن و نقش مفعول رو در جمله ایفا میکنن. پس مثل حالت نومیناتیو که ضمایر میومدن جای اس و جایگاه فاعل میشستن، برای حالت آکوزاتیو و داتیو هم ضمیر داریم که بهش میگیم ضمایر مفعولی. ضمایر مفعولی آکوزاتیو شامل mich، dich، ihn، sie، es، uns، euch، sie و sie هستش که توی اون جدول بهتون گفتم نشون دادم. این ضمایر به سوال چه کس را چه چیز را پاسخ میدهند. مثلا ich liebe dich، من تو رو دوست دارم. من ich انجام دهنده کار هستم، پس نومیناتیو نوشته میشه. dich تو کسی هستی که عمل دوست داشتن داره روی تو انجام میشه، پس آکوزاتیو هستش. یه نکته میونبر یا اینکه بتونیم یه روش دیگه تشخیص بدیم این هستش که این سوال رو بپرسیم یا چه کس را یا چه چیز را. اینجا چون که تو یک انسان هستش، یک جاندار هستش، باید سوال چه کس را رو بپرسیم. من چه کس را دوست دارم؟ تو را دوست دارم. پس تو باید به صورت آکوزاتیو نوشته بشه. توی این قسمت دیش انتخاب میشه. اگه میخواست بگه من او رو دوست دارم، اوی مذکر رو، باید میگفت این، ایش لیبه این. اگه میخواست بگه اوی مؤنث رو دوست دارم، ایش لیبه زی. اوی خنثی رو دوست دارم، ایش لیبه اس. میخوام بگم شما رو دوست دارم، ایش لیبه اویش. آنها رو دوست دارم، ایش لیبه زی. پس هر کدوم از اینا میتونم تو جایگاه این ضمیر استفاده بشم بسته به اینکه چه چیزی رو میخوایم بگیم. یا اینکه میخوام بگیم من او را میبینم، ich sehe ihn، من میبینم او را. چه کس را میبینم؟ او را میبینم. پس به این صورت باید از این استفاده بشه و متوجه میشیم منظورش یک اوی مذکر هست. اگه میخواست بگه من تو را میبینم، میگفت ich sehe dich. من اوی مؤنث رو میبینم، ich sehe sie. اوی خنثی ich sehe es و به همین ترتیب. فقط جای این ضمیر تغییر میکنه. با استفاده از چه کس را و چه چیز را متوجه شدیم. حالا ممکنه فعالمون ich نباشه، فعالمون wir باشه. ما شماها رو دوست داریم. ما چند نفر، شما چند نفر رو تو حالت دوستانه هستید دوست داریم. ضمیر آکوزاتیو euch استفاده میشه. wir lieben euch. ما شماها رو دوست داریم. شماها منظورش اینه که حالت دوستانه هست، یک نفر رسمی نیستش. عین همه حالتایی که واسه آکوزاتیو داریم برای داتیو هم داریم. به این صورت تغییر میکنه. mich میشه mir، dich میشه dir، این میشه این، sie میشه ihr، es میشه ihm، uns تغییری نمیکنه، euch تغییری نمیکنه، sie میشه ihnen که با ای کوچیک نوشته میشه، sie محترمانه میشه ihnen که با ای بزرگ نوشته میشه. این ضمایر به سوال wem به چه کسی به چه چیزی پاسخ میدهد. ich gebe ihm das Buch. من کتاب را به او میدهم. es tut mir leid، متاسفم. یه عبارتی هستش که همینجوری حفظش بکنید واسه زمانی که یه اشتباهی اتفاق افتاده میخوام به کسی بگیم متاسفم، یا یه کسی اتفاق بدی براش رخ داده و میخواد ابراز همدردی کنه بهش میگیم متاسفم. از این عبارت استفاده میکنه. مثال بعدی sie gibt mir ihren Nummer. او شماره‌اش رو به من میدهد. اوی مؤنث زی هستش، منتها چون ابتدای جمله است با اس بزرگ نوشته میشه. gibt میدهد، میا به من، ihre Nummer شماره‌اش رو. برای اسم مؤنث از ضمیر ملکی یا استفاده میکردیم یا صفت ملکی یا استفاده میکردیم و ihre Nummer یعنی شماره او. و اینجا چیزی که داره داده میشه شماره او هست، پس حالت آکوزاتیو داره و کسی که داره این شماره رو دریافت میکنه و غیر مستقیم هست من هستم. پس من باید به صورت داتیو نوشته بشه.
خب توی این قسمت که من براتون تغییرات آرتیکل برای داتیو رو توضیح دادم، شما ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که آقا این قسمتی که به علاوه ان گذاشتی و من متوجه نشدم، یا اینجا که توضیح دادی که بعد از این ضمایر ملکی داتیو میاد ان یا ان قرار میگیره رو خوب توضیح ندادی، یه مقدار پیچوندی رفت و اصلا مشخص نیستش که اینا چی هستن. من برای که اینا بهتون الان توضیح بدم، قبلش باید بیام توی این قسمت اصلا نحوه جمع بستن اسامی رو براتون کامل توضیح بدم و بعد از اینکه نحوه جمع بستن اسامی براتون کامل روشن شد برمیگردیم با اون نکته و من اونجا براتون نکاتش رو همراه با مثال توضیح میدم. ما توی زبان فارسی وقتی میخوایم یک اسم رو جمع ببندیم معمولا انتهاش یه دونه ها اضافه میکنیم، مثلا آدم، آدم ها، کتاب، کتاب ها، ماشین، ماشین ها. یا حالا روش های مختلف دیگه هم هستش که مربوط به زبان فارسی نیست، ممکنه زبان عربی باشه، کاری با اونا نداره، ولی معمولا مثلا حرف ها که یعنی حرف ه و الف توی زبان فارسی میتونه بیاد شکل جمع رو برای ما ایجاد بکنه. توی زبان انگلیسی مثلا معمولا انتهای اسامی اس اضافه میشه، ولی تو زبان آلمانی یه مقدار مفصل‌تر هستش و روش‌های مختلفی واسه جمع بستن وجود داره که ما باید بیایم ببینیم که بسته به کدوم اسم کدوم روش جمع بستن استفاده میشه. بهش میگیم پلورال. پلورال یعنی اسم جمع. پلورال بیلدونگ یعنی ساخت اسامی جمع یا جمع بستن اسامی. در زبان آلمانی اسامی داره جنسیت مذکر مؤنث خنثی هستن، اون رو میدونستیم، و در حالت جمع آرتیکل آنها همیشه دی هست. اینم باز من براتون توضیح داده بودم، گفتم فرق نمیکنه مفرد مذکر مؤنث یا خنثی باشه، وقتی به حالت جمع تبدیل میشه آرتیکلش میشه دی. ولی خب خود این اسم جمع رو چجوری می‌نویسم؟ یه نمونه داشتیم بهتون گفتم das Buch میشه دی Bücher. این یه نمونه بود، ولی مابقی اسامی چی؟ مابقی اسامی به چه صورت به شکل جمع نوشته میشن؟ آیا اون او به اونلو تبدیل شده واسه بقیه اسامی هم به همین صورته؟ و اینجا می‌خوایم اینو بررسی بکنیم. جمع بستن اسامی در آلمانی دارای الگوهای مختلف و گاهی بی‌قاعده است و هیچ قاعده واحد و کلی برای جمع بستن همه اسامی وجود ندارد. پس قواعد جمع بستن فرق داره و یه قانون واحد و کلی ما نداریم که بگیم همه اسامی مثل زبان فارسی یه دونه ها میاریم آخرش و به شکل جمع تبدیل میشه. باید بیایم تشخیص بدیم چه اسمی به چه صورت به شکل جمع تبدیل میشه. بهترین راه برای یادگیری جمع اسامی حفظ کردن شکل جمع همراه با آرتیکل و جنسیت اسم است. پس اینا یک روشی هستش که ما حفظ بکنیم. اما توی زیر تو قسمت پایین بعضی ساختارهای رایج که میتواند به ساختار شکل جمع اسامی کمک کند ارائه میشود. درسته که بی‌قاعده است و ما باید واسه هر اسمی حفظ بکنیم، اما این قواعد به ما کمک میکنه که بیایم راحت‌تر حدس بزنیم روش جمع بستنشو و شما به مرور وقتی این کلمات رو در حالت جمع یا استفاده میکنید یا جایی میخونید و میبینید تو ذهنتون این الگوها ساخته میشه. پس میخوایم بیایم این الگوهای رایج برای جمع بستن اسامی رو با هم چک بکنیم. الگوی اول اینه که هیچ تغییری توی اسم ایجاد نشه و فقط یه سری اوملوت توی اسم درست بشه موقع جمع بستن. به فرض مثال د فاتا به معنی پدر هستش، وقتی میخوایم بگیم پدرها میشه دی فتا، اصلا هیچ چیز دیگه ای اضافه نشد، فقط این آ تبدیل شد به آ اوملوت. یا به فرض مثال د برودا به معنی برادر هستش، میخوایم بگیم برادرها میگیم دی برودا، حالت اوملوت تبدیل میشه. پس بعضی از اسامی به ویژه اسامی مذکر، اینا هم اسم مذکر بودن، در حالت جمع تغییری نمی‌کنن، اما حرف صدادار ریشه آنها اوملوت میگیرد، مثل دوتا مثالی که اینجا با هم دیگه دیدیم. الگوی شماره 2 اضافه شدن ا و گاهی اوملوت. پس گاهی مواقع فقط حرف ا اضافه میشه انتهاش، بعضی مواقع هم حرف ا و هم حرف اوملوت تبدیل میشه. بسیاری از اسامی مذکر و خنثی با اضافه شدن ا جمع بسته می شوند. برخی از آنها نیز اوملوت می گیرند. به فرض مثال der Tag به معنی روز هستش، جمعش میشه دی تاگه، فقط یه دونه ا اومد انتهاش، هیچ تغییری نکرد. ممکنه به غیر از این ا
به اوملوت هم تبدیل بشه. دی هند به معنی دست، دی هنده به معنی دست ها هست. همین آب اوملوت تبدیل شد و هم انتهاش یه دونه ا قرار گرفت. دست یا به معنی سال هستش، جمعش میشه دیاغه، میشه سالها. پس اینجا میبینیم بدونه که اوملوتش ایجاد بشه فقط اومد انتهاش یه دونه ا قرار گرفت. بعضی مواقع فقط ا قرار میگیره انتهاش به جمع تبدیل میشه و گاهی مواقع هم علاوه بر این حرف ا یه دونه اوملوت هم تبدیل میشه توی حرف صدادارش. ببینید که 3 تا اوملوت داریم: آ اوملوت، آ اوملوت، او اوملوت. الگوی شماره 3 اضافه شدن ا و گاهی اوملوت، مثل مثالی که با هم دیگه توی جملات اولیه که یاد گرفتیم بررسی کردیم. مثلا میگیم das Buch میشه کتاب. وقتی میخوایم جمع ببندیم و بگیم کتاب ها میگیم دی Bücher. دقت میکنید که اینا وقتی به جمع تبدیل میشن فرقی نمیکنه چه جنسیتی دارن، همشون آرتیکلشون به دی تبدیل میشه در حالت اسم جمع. das Buch die Bücher. مورد بعدی این دفعه اوملوت اضافه نشده، فقط یه ا اضافه شده. das Kind یعنی بچه، die Kinder یعنی بچه ها. به همین صورت فقط ا انتهاش اضافه میکنیم و تبدیل میشه به اسم جمع. مورد بعدی دمن به معنی مرد هست، مرد یا شوهر هم معنی میده، ولی وقتی میخوایم بگیم مردها هم باید ا انتهاش اضافه بشه و هم به اوملوت تبدیل بشه. پس دمن یعنی مرد، دی منا به معنی مردها هستش. الگوی شماره 4 اضافه شدن ان یا ان برای اسامی مؤنث و برخی اسامی مذکر و خنثی. پس بیشتر واسه اسامی مؤنث استفاده میشه و گاهی مواقع واسه اسامی مذکر و خنثی. مثال دی فراو یعنی خانوم، دی فراون یعنی خانوم ها، انتهاش ان اضافه شد. در students یعنی دانشجو، دانشجو مذکر، دی studenten یعنی دانشجوها، به این صورت دانشجوهای مذکر جمع. قسمت بعدی دی کاتسه یعنی گربه، دی کاتسن یعنی گربه ها. پس انتهاش فقط ان اضافه شد، دیگه خودش ا داره و فقط ان اضافه شد. این دوتا بالایی ها ان اضافه شده بود. مورد بعدی هم انتهای خودش یه دونه ا داره، پس فقط یه دونه ان اضافه میکنیم. دی لامپ به معنی لامپ هستش و لامپ ها توی زبان آلمانی میشه دی لامپن، انتهاش ان داره. الگوی شماره 5 الگوی 5 که میخوایم استفاده کنیم برای جمع بستن چیزی هستش که خیلی تو زبان انگلیسی هم میبینیم ما، و این هستش که یه اس انتهای اون اسم مفرد اضافه بکنیم و به جمع تبدیلش بکنیم که برای کلمات خارجی و برخی اسامی جدید معمولا استفاده میشه. یعنی اسامی که از زبانهای دیگر وارد زبان آلمانی شدن یا اسامی جدیدتر هستن. به فرض مثال das Auto به معنی اتومبیل یا ماشین هستش، دی آوتوز انتهاش اس اضافه شد یعنی ماشین ها. مورد بعدی داس هندی به معنی موبایل هست، گوشی موبایل. وقتی میخوایم جمع ببندیم انتهاش فقط یه دونه اس اضافه میکنیم، میشه دی هندیز به معنی موبایل ها هست. توی قسمت پایین هم این نکته گفته شده: نکات و استثناءات مهم. همانطور که ذکر شد هیچ قاعده واحدی برای جمع بستن همه اسامی وجود ندارد و بهترین راه حفظ کردن شکل جمع همراه با آرتیکل و جنسیت اسم. یعنی شما هم آرتیکل رو یاد میگیرین، نه فقط اسم رو ترجمه کنین و بعد آرتیکلش رو جدا یاد بگیرین. به جای اینکه بگید ماشین بگین das Auto، فقط نگید آتو. اولا که همراه با آرتیکلش حفظ میکنین و علاوه اینکه اسم جمعش هم کنار اون یاد بگیرین. این یک واقعیت زبانی است که زبان آموزان باید از همون ابتدا بپذیرن و با تمرین و تکرار این اشکال رو در حافظه خود تثبیت کنن. حالا ممکنه اولش که باشه شما میگید که خب چقدر قاعده زیاد، چقدر غیر قابل فهم، ولی وقتی که این جملات شما توی سطح بالاتر انقدر استفاده میکنید که براتون طبیعی میشه این حالتهای مختلف شکل جمع بستن. و اما برگردیم به این نکته‌ای که من اینجا بهتون گفتم. توی اینجا
یه دونه حرف ان اضافه شده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که پس ما وقتی که اسم جمع رو ساختیم طبق قواعدی که من بهتون گفتم، حالا میریم تو این جدول می‌بینیم اون اسم جمع تو حالت داتیو قرار گرفته. گاهی مواقع باید وقتی که اون اسم جمع در حالت داتیو قرار میگیره، علاوه بر اینکه آرتیکلش رو تغییر بدیم به صورت دن، یه دونه ان هم اضافه بکنیم. گاهی مواقع، همیشه اینجوری نیستش. توی قسمت پایینم به همین صورت. گاهی مواقع وقتی که اسم جمعمون در حالت داتیو قرار میگیره، برای این ضمیر ملکی که تو حالت داتیو هستش میایم به ریشه ان یا یه دونه ان اضافه میکنیم. پس این هم شد نکته‌ای که من براتون توضیح نداده بودم. اسامی جمع، شکل جمعشو الان یاد گرفتیم و اینجا دیدیم که وقتی این شکل جمع رو ساختیم، این اسم در حالت جمع استفاده شد و در حالت دستوری داتیو قرار گرفت. فقط داتیو، آکوزاتیو و گنتیو و نومیناتیو کاری نداریم. وقتی تو حالت داتیو قرار گرفت میایم گاهی مواقع یه دونه ان یا ان بهش اضافه میکنیم وقتی که حالت جمع داتیو هستش. توی ادامه برای اینکه بهتر این موضوع رو متوجه بشین و فقط یه جدولی نباشه که شما اصلا کاربردش رو تو مثال ندیده باشین، اینجا من براتون هم یه بار دیگه فرمولش رو توضیح دادم و هم مثالاش هم واسهتون آوردم. پس با روش ساخت اسامی جمع تا الان آشنا شدیم و میدونیم تو حالت داتیو وقتی قرار بگیرن این اسامی جمع گاهی مواقع باید یه n یا n بهشون اضافه بشه. در زبان آلمانی افزودن n به اسمهای جمع در حالت داتیو یکی از قواعد مهم برای رعایت دقت در نگارش و گفتار است. بیایید این قاعده رو با جزئیات بررسی کنیم. قانون اصلی در حالت داتیو جمع، یعنی اسم جمعی که در حالت داتیو قرار گرفته و با روش ساخت اسامی جمع همین چند دقیقه پیش آشنا شدیم، در حالت داتیو جمع آرتیکل همیشه به دن تبدیل می شود. پس تکلیف آرتیکل مشخصه. اون جدولم که اونجا بود براتون گذاشته بودم که آرتیکلش به دن تبدیل شد. طبق قانون استاندارد آلمانی اگر اسم جمع شما به حرف n یا s ختم نشود، باید به انتهای آن s یک حرف n اضافه کنید. پس این دن که آرتیکل بود، اسم جمع هم که روش ساختش رو با هم دیگه یاد گرفتیم. اگه به n یا s ختم نشده بود این اسم جمع، باید یه دونه n هم بهش اضافه کنیم. تموم شد. همین نکته رو من می‌خواستم بهتون بگم. قبلش شکل ساخت اسامی جمع واسهتون توضیح دادم و اینجا متوجه شدیم آرتیکلش اولا به دن تبدیل میشه در حالت داتیو جمع و به علاوه یه n هم بهش اضافه میشه. به فرض مثال das Kind یک اسم مفرد خنثی به معنی کودک به جمع تبدیل میشه. آرتیکلش میشه دی و شکل جمعش هم از کیند تبدیل میشه به کیندا. اینو براتون توضیح دادم. روش آرتیکلش هم که میدونیم در حالت نومیناتیو و آکوزاتیو دی میمونه. حالا این دی کیندا وقتی در حالت داتیو قرار بگیره، میخوایم بیام بررسی کنیم به چه شکل باید بنویسیمش. اولین کاری که میکنیم طبق این فرمول بالا، این آرتیکل دی به دن تبدیل میشه. اسم جمع داتیو میشه دن. خود شکل جمع چی؟ به n یا s ختم شده؟ نه به n ختم شده نه به s. پس انتهاش یه دونه n هم قرار میدیم. به همین راحتی. پس das Kind, die Kinder, den Kindern. انتهاش n داره. تو حالت بعدی اینجا داریم میبینیم که das Auto به معنی ماشین هست و جمعش میشه دی autos. اینجا من بهتون گفتم اگه به s یا n ختم نشه، ولی اینجا داره به s ختم میشه. پس این جزء قاعده‌مون نیست. فقط میایم آرتیکلش رو به دن تبدیل میکنیم، چیزی که اینجا داشتیم. دیگه اون n انتهایی که اینجا گفته شده بود رو بهش اضافه نمی‌کنیم، چون خود اسم جمع انتهاش s داره. اگه اسم جمع انتهاش s یا n داشت، دیگه این n اضافه داتیوی رو بهش اضافه نمی‌کنیم. ما به این n میگیم n جمع داتیو، مربوط میشه به قاعده داتیو در حالت جمع. یه نمونه که n اضافه شد، نه انتهاش به s ختم شده بود نه به n، و یه نمونه هم که n اضافه نشد که انتهاش به s ختم شده بود. بیاین چند تا مثال با هم دیگه بررسی بکنیم. اینجا تو این جدول داریم میبینیم der Tisch به معنی میز هستش. میز یک اسم مذکره، جمعش میشه چی؟ die Tische، یعنی میزها. تو حالت آکوزاتیو هم به همین صورته، نومیناتیو هم به همین صورته. داتیو چی میشه؟ اولا آرتیکل به دن تبدیل میشه، دوما
انتهاش به اس یا n ختم نشده، پس انتهاش هم بدون n اضافه میکنیم. چون که اینجا به ا ختم شده یا تموم شده یه دونه n هم اضافه میکنیم. مورد بعدی das Kind, die Kinder, den Kindern. اینو براتون توضیح دادم. مورد بعدی die Frau, die Frauen. انتهاش خودش n داره، دیگه نمیایم n رو اضافه بکنیم چون خودش n داره. مورد بعدی که واسهتون توضیح دادم das Auto, die Autos. این انتهاش s داره، s هم باز مثل n هستش. میایم چیکار میکنیم؟ فقط آرتیکل رو به دن تبدیل میکنیم و دیگه اون n جمع داتی رو بهش اضافه نمیکنیم. خب پس یه خلاصه کاربردی برای اینکه بدانید باید n اضافه کنید یا نه از خودتون بپرسید آیا اسم جمع من به n یا s ختم شده است؟ اگه بله هیچ کاری نکنید، فقط دن رو اولش میاریم، یعنی آرتیکل رو از دی به دن تبدیل میکنیم. اگه خیر با در نظر گرفتن موارد استثناء یک n به انتهای s اضافه کنید. گاهی مواقع با وجود اینکه به s یا n ختم نشده باز هم n انتهاش قرار نمیگیره. پس همیشه نیست، یه سری استثناءات همیشه تو زبان آلمانی وجود داره. یه مثال واسه این که ببینیم که اصلا توی جمله این قاعده رو به چه صورت استفاده میکنیم. Ich helfe den Kindern. helfen مصدر اصلیمون هستش به معنی کمک کردن. این هم باز یه قاعده هستش که جلوتر باید بررسی بکنیم که بعضی از افعال خودشون باعث میشن که ما یک مفعول داتیو توی جمله داشته باشیم. دقیقا مثل حالتی که من تو آکوزاتیو براتون توضیح دادم، یه سری اسامی گفتم مثلا دیدن، خوردن، نوشیدن. از خودمون میپرسیم چه چیز را نوشید، چه چیز را خورد، چه کس را دید. اینا افعالی هستن که به مفعول آکوزاتیو احتیاج دارن که تعدادشون خیلی زیاده. یک سری از افعال هم هستن که باهاشون جلوتر آشنا میشیم که اینها به مفعول داتیو احتیاج دارن. پس اینجا دیگه طبق اون قاعده که دو تا مفعول توی جمله داریم و یکیشون که غیر انسان هست آکوزاتیو و اونی که انسان هست داتیو نمیتونیم تشخیص بدیم چون اینجا فقط یه دونه مفعول وجود داره. اینو از طریق افعال تشخیص میدیم. از طریق بعضی از افعال تشخیص میدیم که ما باید یک مفعول داتیو توی جمله داشته باشیم. این وقتی که بحث افعال رو من براتون توضیح دادم، توی بخش بعدی که افعال رو صرف می‌کنیم، استثناءاتش رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم افعال به چه صورت آکوزاتیو هستن یا داتیو هستن، اونجا براتون بیشتر توضیح میدم. پس این هم یک روش تشخیص اسم داتیو هستش که ما از طریق فعل تشخیص بدیم. فعل هلفن یک فعلی هستش که به مفعول داتیو احتیاج داره. و اینجا دی کیندر یک اسم جمعه. طبق قاعده که بالا با هم دیگه خوندیم متوجه شدیم که این اسم جمع باید یک n هم انتهاش قرار بگیره. پس هم آرتیکل به دن تبدیل میشه و هم این m انتهای این اسم جمع قرار بگیره. خب توی انتها یک جمع‌بندی کلی بکنیم راجع به کل مطالبی که من توی این 3-4 ساعت براتون توضیح دادم، از همون الفبا تا الان که ما اومدیم اسامی رو از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم، از حرف تعریف گرفته، انواع اسم گرفته، اسامی جمع و اینکه ضمایر ملکی چجوری براشون استفاده میشه، حالات مختلف فاعلی، مفعولی و مفعولی غیر مستقیم و مستقیم و همچنین حالت مضاف الیهی همه رو با هم دیگه حالت دستوری رو دیدیم که تو حالت ضمیر به چه صورت استفاده میشن. اینا همه مواردی بود که به اسم ارتباط داشت و اینجا یک جمع‌بندی کلی میخوایم راجبش انجام بدیم. این جدول که توی جزوه شما میتونید دریافت بکنید یه خلاصه از آرتیکل هایی که ما داریم. آرتیکل ها در حالت نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو که هر کدوم به 3 قسمت تقسیم شدن: معین، نامعین، منفی، که اینجا داریم میبینیم. نومیناتیو رو که حفظ میکنیم به این صورت هستش. برای آکوزاتیو عین نومیناتیو هست، فقط اسم مذکر به این شکل تغییر میکنه. توی داتیو هم به این صورت هستش که اسم مذکر و خنثی شبیه هم دیگه هستن، با یک رنگ نوشته شده
و اسم مؤنث به این صورت هست و برای اسم جمع به این شکل ما میایم تغییر میدیم که میبینیم یه مثبت n هم گذاشته شده که وسط نکتهش رو گفتم اسم جمع هستش که بعضی مواقع یه n هم بهش اضافه میشه. نکات بسیار مهم برای تسلط بر جدول: الگوی یکسان. دقت کنید که آرتیکل های نامعین ein و منفی kind دقیقا از همون الگوی تغییرات حرف تعریف معین پیروی میکنن. منظورش اینه که حالا مثلا شما اینجا دیدین د به دن تبدیل شد، یه n اضافه شد، اینجا هم باز یه n اضافه میشه، اینجا هم باز یه n اضافه میشه. یه الگوی خاصی دارن کنار هم دیگه. مثلا این m اینجا اضافه شده، اینجا هم einem m اضافه شده، اینجا هم keinem شده، m اضافه شده. شبیه هم دیگه هستن و یک الگوی خاصی دارن که اینجا توضیحاتش گفته شده. تفاوت اصلی در حالت آکوزاتیو و مذکر هستش که اینجا واسهتون با رنگ قرمز مشخص کردم. بقیه موارد عیناً تکرار شده و همونطور که می‌بینیم برای نامعین هم توی اسم جمع هیچ آرتیکلی نداریم. تغییرات مؤنث صورت داتیو آرتیکل مؤنث همیشه به ا ختم میشه. اینجا هم داریم می‌بینیم با رنگ آبی نشون داده شده. خب پس این شد مرور اول. همه موارد اینجا توی یک جدول من براتون گذاشتم که اگه خواستین مراجعه بکنید میتونید اینجا ببینید. این هم باز یه جدول دیگه هستش واسه ضمایر ملکی. این ضمایر ملکی که قبلا با هم دیگه یاد گرفتیم، ترجمه‌اش هم نوشته شده و اینجا واسه حالت نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو همه موارد نوشته شده. واسه حالتی که شما دیگه نخواهید تفسیر بکنین اگه اینجوری بود اینجوری بشه، دیگه کل موردها نوشته شده اینجا. این کل ضمایر ملکی هست و اینم کل حالتهای مذکر، خنثی، مؤنث، جمع. داریم می‌بینیم برای نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو به ترتیب نوشته شده. این نومیناتیو، این آکوزاتیو، این داتیو. اگه مذکر باشه اسممون، اسم بعدشون اگه مذکر باشه به این صورت تغییر میکنه. خنثی، مؤنث، جمع. حالا اگه دایم باشه چی؟ به این صورت. که این هم یه جدولی هستش که شما میتونید دیگه خیلی راحت هر جا تمرین داشتید و میخواستین چک بکنید که چرا جواب تمرین به این صورت شد، اینجا میتونید بیاید توی این جدول بررسی بکنید. اینجا هم چند تا مثال داریم میبینید از حالتهایی که ما 2 تا مفعول داریم، یکیشون آکوزاتیو و یکیشون داتیو هستش. ترجمه جملات هم اینجا نوشته شده. اینو من واسهتون توی جزوه گذاشتم و برای اینکه بیان کاربرد این نکاتی که من بهتون گفتم، حالا جدول رو یاد گرفتین، بالاخره یه کاربرد توی جمله باید داشته باشه واسه جمله سازیتون. میتونین بیان کاربردش رو توی این جملات ببینید که اینا هر کدومشون ترجمهشون جلوش نوشته شده و اینجا هم داریم میبینیم یکی از مفعولات داتیو هست و یکیشون آکوزاتیو هست که نکاتی که گفتیم، حتی اون نکته جمعی که من بهتون گفتم، مثلا der Freund اسم مفرد هستش، مفرد مذکر، جمعش میشه دی Freunde. پس اینجا چرا n نوشته شده انتهاش؟ چون یک جمع داتیو هستش، یک جمع داتیو، دوستانمان. پس اینجا یه n هم n جمع داتیوی براش اضافه شده. پس همه نکاتی که من بهتون گفتم اینجا همشون هستش. شما میتونید بررسی بکنید تغییرات آرتیکل، حالتهای ضمیر، ضمیرهای داتیو، آکوزاتیو، همشون اینجا به صورت خلاصه توی این جملات هست برای اینکه شما بتونید بیاید اینها رو توی قالب جمله سازی استفاده بکنید. من یه بار از روی جملات میخونم برای اینکه شما با نحوه تلفظش آشنا بشید. نکات گرامریشو کاملا مشخص هستش اینجا که با حرف بولت نشون داده شده. می‌بینید کلمات پررنگ‌تر هستن واسه اینکه تاکید بشه روی اینکه 2 تا مفعول داریم. ما ضمایر و آرتیکل ها و همچنین صفت‌های ملکی همه اینا رو یاد گرفتیم. یه سری نکات اضافه تر هم یاد گرفتیم تا به اینجا. چکیده‌ای از تمام جداول و مواردی که یاد گرفتیم رو اینجا توی این جملات شما میتونید ببینید. Ich schenke meiner Mutter einen Blumenstrauß. ترجمهش اینجا هستش. داره میگه که به مادرم یک دسته گل هدیه میدهم. من هدیه میدم به مادرم یک دسته گل. چی رو داریم هدیه میدیم؟ اون میشه آکوزاتیو. به کی داریم هدیه میدیم؟ به مادرمون. Er schreibt dem Kunden eine E-Mail. اون برای مشتری یک ایمیل می‌نویسه.
چی رو داره می‌نویسه؟ ایمیل رو داره می‌نویسه. برای کی داره می‌نویسه؟ برای مشتری. پس مشخصه اونی که داره انجام میشه اون کار آکوزاتیوه و اونی که داره تحویل میگیره داتیوه. و اکثرا هم می‌بینید که اون شخصی که داتیو هستش انسانه و اونی که آکوزاتیو هست غیر انسانه. Sie bringt ihrem Vater einen Kaffee. اون برای پدرش یک قهوه میآورد. چه چیزی رو داره میاره؟ قهوه رو میاره. غیر انسان آکوزاتیو. برای چه کسی میاره؟ برای پدرش داره میاره. انسانه و داتیو هست. تغییرات اینا رو هم که همه رو تو جداول من براتون گفتم. فقط نکته‌ای که هستش باید رو تشخیص بدیم کدومش آکوزاتیو کدومش داتیوه. معلم به دانش آموز دفتر رو میدهد. Der Lehrer gibt dem Schüler das Heft. به این صورت اون چیزی که داره داده میشه آکوزاتیو غیر انسان دفترچه هستش das Heft. اون کسی که داره تحویل میگیره داتیو انسان dem Schüler. اینجا میبینیم حالت داتیو نوشته شده. مورد بعدی Ich kaufe meinem Sohn ein neues Fahrrad. من برای پسرم یک دوچرخه نو میخرم. چه چیزی رو دارم میخرم؟ یک دوچرخه رو. پس اون میشه آکوزاتیو غیر انسان. برای کی دارم میگیرم؟ برای پسرم داتیو انسان. Kannst du mir den Schlüssel geben? میتونی به من کلید رو بدی؟ من انسان داتیو. چی میخوای به من بدی؟ کلید رو میخوای به من بدی. غیر انسان آکوزاتیو. عمل داده شدن داره روی کلید انجام میشه و من هستم که دارم کلید رو میگیرم. این کاملا مشخصه. کلید باید آکوزاتیو باشه و من باید داتیو باشم. ما برای دوستان ما یک کارت پستال میفرستیم. Wir schenken unseren Freunden eine Postkarte. چه چیز رو میفرستیم؟ کارت پستال رو. غیر انسان آکوزاتیو. برای کی؟ برای دوستان ما داتیو و انسان. Leiht seiner Schwester sein Auto. اون ماشینش رو به خواهرش قرض میده. چی رو داره قرض میده؟ عمل قرض دادن روی چی داره اتفاق میفته؟ روی ماشین. آکوزاتیو غیر انسان. به کی داره میده؟ به خواهرش داتیو انسان. اون تمرین برای کودک توضیح میده. Sie erklärt dem Kind die Übung. توضیح میده. چه چیزی رو توضیح میده؟ تمرین رو. آکوزاتیو غیر انسان. برای کی؟ برای کودک. داتیو انسان. اونی که داتیو هستش میشه مفعول غیر مستقیم و اونی که آکوزاتیو هست مفعول مستقیمه. من اتاقمو به تو نشون میدم. چی رو دارم به تو نشون میدم؟ اتاقم رو. Ich zeige dir mein Zimmer. من اتاقمو به تو نشون میدم. پس mein Zimmer آکوزاتیو، به تو داتیو. اتاق غیر انسان آکوزاتیو، تو انسان داتیو. یعنی به تو دارم نشون میدم. Sie empfiehlt uns ein gutes Restaurant. اون به ما یک رستوران خوب پیشنهاد میکند. به این صورت که چه چیزی رو به ما پیشنهاد میکنه؟ یک رستوران. و به چه کسی داره پیشنهاد میکنه؟ به ما. ما داتیو، رستوران آکوزاتیو. Ich wünsche dir einen schönen Tag. من برای تو روز خوبی رو آرزو میکنم. این جمله خیلی کاربردی هست توی مکالمات زبان آلمانی. چه چیزی رو برای تو آرزو میکنم؟ یک روز خوب، یک روز قشنگ. برای کی؟ برای تو. پس آکوزاتیو داتیو. آکوزاتیو در روش کار مستقیما انجام میشه، غیر انسانه. دیا به این معنی هستش که برای تو هستش، تو انسان هستی و داری این روز خوب رو که من برات آرزو میکنم دریافت میکنی. Der Kellner bringt dem Gast die Rechnung. گارسون صورت حساب برای مهمون میآورد. چه چیزو داره میآورد؟ داره صورت حساب رو میآورد. برای چه کسی میاره؟ برای مهمون. Der Kellner bringt dem Gast die Rechnung. این هم دقیقا مثل موارد بالا هستش. مورد بعدی verkauft seinen Nachbarn sein altes Fahrrad. اون دوچرخه قدیمیشو به همسایه‌اش میفروشه. به چه کسی داره میفروشه؟ به همسایه‌اش. انسان داتیو. چه چیزی رو داره میفروشه؟ دوچرخه قدیمیش رو داره میفروشه. مورد بعدی Sie bereitet ihrem Mann ein Abendessen zu bereiten. این سویی که انتهاش رفته رو گرامرش رو جلوتر در موقع افعال میخونیم. همین که این ویدیو تموم بشه میریم سراغ بخش بعدی که افعال هستش و اونجا کامل براتون توضیح میدم. منتها نکته‌ای که وجود داره، اون برای شوهرش شام آماده میکنه. چه چیزی داره آماده میکنه؟ شام آماده میکنه. غیر انسان آکوزاتیو. برای شوهرش داتیو انسان. Ich habe dir das Geschenk gekauft. من هدیه رو برای تو خریدم. اینجا هم باز gekauft و habe اینجا استفاده شده. گرامرش رو جلوتر در مورد افعال میخونیم. نکته‌ای که مهمه و اینجا بولد شده اما اینه که چه چیزی رو دارم برای تو میخرم یا خریدم؟ هدیه غیر انسان آکوزاتیو. برای تو انسان داتیو.
اینم باز گرامری هستش که مربوط به فعله. توی بخش بعدی که شروع بکنیم همه اینا براتون توضیح داده میشه. Sie bietet dem Besucher einen Platz an. اون به یک بازی کننده یک جا تعارف میکنه. چه چیز رو تعارف میکنه؟ یک جا. پس میشه آکوزاتیو. آرتیکلش آکوزاتیو شده. آرتیکل یک اسم مذکر هستش که اینجا در حالت آکوزاتیو برای حرف تعریف نامعین میشه. einen Platz. Besucher بازم یک اسم مذکر هستش، اینجا در حالت داتیو استفاده شده، انسان هستش، پس آرتیکلش از د به دم تبدیل میشه. توی جدول اینا رو یاد گرفتیم. میتونی نمکتون رو به من بدی؟ داری به من میدی، من انسانم داتیوم. چی رو داری به من میدی؟ نمکتون رو به من میدی. غیر انسان آکوزاتیو هستش. Kannst du mir den Salzsteuer reichen؟ میتونی به من نمکتون رو بدی؟ نمکتون میشه آکوزاتیو. من که دارم دریافت میکنم میشم داتیو. Er schuldet ja noch 50 Euro. اون هنوز 50 یورو به او بدهکار هستش. یکی بدهکاره به اون. عمل بدهکار بودن روی 50 یورو هست. ما به سگ تکه گوشت میدهیم. حالا شما میگید که همیشه هم انسان هستش دیگه. میگیم نه. بعضی مواقع هم استثناء هستش. ممکنه حالا حیوان باشه. ما هم میتونیم به انسان غذا بدیم، هم میتونیم به حیوان غذا بدیم. این جمله که انتها اومده شماره 20 این نکته رو داره میگه. من بهتون گفتم معمولا به این صورت، نگفتم همیشه باید اون داتیومون انسان باشه و اون آکوزاتیومون غیر انسان باشه. ممکنه حالت استثنا پیش بیاد. یه نمونهشو اینجا داریم میبینیم. Wir geben dem Hund. ما میدیم به کی؟ به سگ. سگ داره دریافت میکنه، میشه مفعول غیر مستقیم داتیو و آرتیکل ده هوند به دم هوند تبدیل میشه. چی رو میدیم؟ یه تیکه گوشت. ein Stück Fleisch. اون چیزی که داره داده میشه به صورت آکوزاتیو نوشته میشه. پس این جملاتی که اینجا نوشته شد جمله سازی بودش که ما تا اینجا یاد گرفتیم در مورد اسامی، آرتیکلشون چجوری تغییر میکنه، صفت ملکی به چه صورت تغییر میکنه، جمع داتیو بعضی مواقع انتهاش ان میاد و موارد دیگه‌ای که جلوتر یاد میگیریم. مثلا شما ممکن براتون سوال پیش بیاد این آلتس چی هستش، این شونن چی هستش، گوتس چی هستش. اینا صفتایی هستن که در مورد صرف صفت‌ها جلوتر گرامرش رو یاد میگیریم. چیزی که اینجا بود ساختار کلی جمله بود. فاعل داریم میبینیم، بعد فعل استفاده شده توی حالت جمله خبری و بعد دو تا مفعول اومده. یا اینکه ممکنه جملات سوالی باشه. جملات سوالی رو با هم بررسی کردیم، انتهاشون علامت سوال هستش. و اینجا داریم میبینیم که این جملات به چه صورت ساخته میشن و نکاتی که تا الان توی این چند ساعت یاد گرفتیم رو توی جملات زبان آلمانی با هم دیگه توی بخش بعدی افعال رو بررسی میکنیم. یعنی قسمت دومش که اینجا میخوایم اینو باز بکنیم، یاد بگیریم، بریم تو قسمت افعال. اسامی که یاد گرفتیم افعال هم در کنارش ببریم جلو و دیگه بتونیم کاملتر جمله سازی بکنیم.